معماری ایران قبل از دوره ساسانیان معماری هخامنشیان که معماری سنگ بود. این مدول مربع شکل رو در مرکز فضا ما در نظر گرفتیم. شد بزرگترین چالش فکری ما برای خلق اثری ماندگار در طراحی موزه نان سنتی گندمدشت مشهد. سیستم سازه‌ای و به‌روزی کاربندی معماری گذشته ایران هستند سیستم لاملا هست که در پوشش سقف‌های بزرگ از تکرار المان‌های قوسی باربر استفاده می‌کنند و انتهای کتاب احیای هنرهای از یاد رفته عکس‌های عینی از آثار معماری فاخر ایران به نمایش گذاشته شدند. این کتاب هم یکی از کتاب‌های خوبی است که پیشنهاد می‌کنم همه دوستانی که به هنر کاربندی و رسم‌بندی علاقه‌مند هستن و می‌خوان یاد بگیرن حتما مطالعه فنی و اصولی و کاملی داشته باشن. به نام خدا. سلام، مهندس هادی راستین هستم، مدیر دفتر معماری رادکان. پروژه‌ای رو که امروز با هم بررسی خواهیم داشت، پروژه موزه نان سنتی مشهد واقع در کارخانه نان صنعتی گندمدشت مشهد هست که احتمالاً شما با برند مزرعه با محصولات این کارخانه آشنایی دارید. اگر علاقه‌مند به هنر معماری و معماری اصیل سنتی ایران هستید، در این ویدیو با ما همراه باشید. بعد از اولین پروژه‌ای که برای مجموعه نگهبانی و ورودی کارخانه فرش مشهد در خدمت آقای مهندس حمیدی مدیر عامل کارخانه و همکارانشون بودیم، پیشنهاد همکاری در طرح و اجرای یک موزه نان سنتی برای کارخانه نان صنعتی گندمدشت رو به ما دادن. برای خود من این موضوع خیلی جالب بود که چطور روی کارخانه با این سطح استفاده از تکنولوژی و بروز بودن که در سطح خاورمیانه از برندها و کارخانجات تولید نان صنعتی با کیفیت خیلی عالی هستند، چطور یه موزه با ساختار سنتی جایگاهی در فضای کارخانه میتونه داشته باشه. در اولین جلسه که خدمت آقای مهندس حمیدی و همکارانشون در محل کارخانه برای موضوع طراحی و اجرای موزه رسیدیم، کانسپت و هدفشون از طراحی موزه سنتی رو اینجوری قلمداد کردن که ایشون در کنار تولیدات صنعتی کارخانه میخوان یک کار فرهنگی و آموزشی برای نشان دادن روش‌های تولید نان در گذشته ایران رو داشته باشن. خیلی بداهه این موضوع برای من هیجان انگیز و عالی به ذهنم اومد و این موضوع رو این شکلی با آقای مهندس حمیدی عرض کردم که اگر اجازه بدین من خیلی خوشحال میشم که بتونم معماری و گذشته معماری سنتی ایران رو به نوعی در این فضایی که مورد نظرشون هست به نمایش بذارم. ایشون با یک لحن و صحبت خیلی خاصی که با من داشتن این موضوع رو تایید کردن و به ما این اجازه رو دادن که ما بتونیم معماری ایرانی رو در قالب اون کانسپتی که برای طرح موزه و روش‌های تولید نان سنتی داشتن به نمایش بذاریم. در همون جلسه اول که برای طرح موزه خدمت آقای مهندس حمیدی و همکاران رسیدیم، یه بازدید میدانی از فضای کارخانه و فضاهای اداری و قسمت‌های مختلفی که همکارانمون طراحی و در دست اجرا داشتیم. فضایی که برای موزه در نظر گرفتن رو به صورت میدانی بازدید کردیم. مواجه شدیم با یک فضای خطی با عرض 5 متر و طول 27 متر
و یه قسمت برگشتی که در نظر گرفته بودن با طول حدود 9 متر. این فضای چرخش در موزه رو ایجاد میکرد. به لحاظ خطی بودن تقریبا میشه گفت تناسبات ابعاد در نظر گرفته شده بیشترین تاکید رو روی سیر داخل این فضای خطی فقط به ما القا میکرد. موضوع دیگه ای که در کنار فضای خطی ما با اون مواجه شدیم و برامون جالب و تعجب برانگیز بود، ارتفاع 4.5 و 5 متری بود که در این فضای خطی که در پلان موزه طرح و جانمایی شده بود به دست اومده بود. این فضا و ارتفاع زیاد هیچ تناسباتی با ابعادی که در پلان موزه ایجاد شده بود نداشت و یه بحث هیجان و شگفت‌انگیزی رو در مواجهه با موزه برای ما ایجاد کرده بود. حالا این ارتفاع بلند شاید از اینجا حادث شده بود که فضای خطی موزه در مجاورت سالن همایش کارخونه واقع و جانمایی شده بود. این سالن همایش که برای کارخونه در نظر گرفته بودن با تناسباتی که در ابعاد اون ایجاد شده بود نیاز به این داشت که ارتفاع 4.5 و 5 متر رو داشته باشه. از طرفی سقف فضای ال شکل موزه و فضای سالن همایش مجاور موزه کف طبقه به علاوه یک که فضاهای اداری کارخونه رو در خود جای میداد ایجاد میکرد و عملاً ما هیچ دخل و تصرفی در ارتفاع موزه هم نمیتونستیم داشته باشیم و ما جبرا مواجه بودیم با یه فضایی که چه به لحاظ ابعادی که در پلان داشت و چه به لحاظ ارتفاعی که در اون فضا داشتیم تقریبا هیچ تناسبات معمارانه‌ای نداشتن و ما باید اونجا طرح معماری می‌داشتیم. مجموع این عدم تناسباتی که در پلان و فضای در نظر گرفته شده برای موزه دیدیم، دنبال این بودیم که یه تغییر مکانی در فضای موزه داشته باشیم. بررسی‌هایی که در قسمت‌های مختلف سایت کارخونه به عمل آوردیم با توجه به اینی که کارخونه در مرحله صفرکاری اجرا شده بود عملاً هیچ امکان جابجایی رو در تغییر مکان و جانمایی فضای موزه نداشتیم و تقریباً با این موضوع کنار اومدیم که در همه این فضا و همین جانمایی در نظر گرفته شده باید بتونیم یه معماری فاخر برای رسیدن به اون اهدافی که کارفرما برای طرح موزه در نظر گرفته بودن به نتیجه برسونیم. یکی دیگه از موضوعاتی که در همون جلسه اول کارفرما با ما مشورت داشتن و نظرمون خواستن این موضوع بود که همکارای دیگه‌ای که در موضوع موزه ارائه طرح و پیشنهاد داشتن فضای خطی در نظر گرفته شده برای موزه رو تبدیل کرده بودن به یک مسیر حرکتی از ابتدای ورود به فضای خروج موزه که این مسیر حرکتی عرض حدود 1.50-1.60 بود. عموما حالا با یک ساختاری که این فضای حرکتی در آکس موزه باشه یا در یکی از طرفین موزه، عموما این فضای خطی رو برای مسیر حرکت در موزه در نظر گرفته بودن و از طرفی یه سری غرفه‌ای رو در فضاهای مختلف موزه در نظر گرفته بودن با یه مدول تکرار شونده که یه مسیر مکس در طول این مسیر حرکتی و توقف و نگاه کردن به اون فضاهای مختلف غرفه‌ها رو ایجاد می‌کرد. عموم طرح‌هایی که همکارا دیده بودن بر همین اصول استوار بود و در نگاه خود من شاید بگاهه این موضوع با ساختار خطی و طولی موزه هیچ گونه ارتباط منطقی برقرار نمی‌کرد. سعی من همواره برای این بود که این موضوع رو به کارفرما توجیه کنم که طرح‌هایی که همکارای ما برای موزه در نظر گرفتن با تمام احترامی که برای همکارایی که زحمت کشیدن قائل بودن اساساً با ساختار فضایی موزه ارتباط درستی نداره و اون سلسله مراتب حرکت طولی و خطی در امتداد مسیر موزه و مکث و توقفی که به واسطه دیدن غرفه‌ها در نظر گرفتن در این مسیر خطی 1.50 با عرض 1.50-1.60 درست نیست و کارفرما این موضوع رو اینجوری مطرح می‌کردن که با تمام محدودیت‌ها و مسیری که در موزه داریم
چطور میتونیم ما تغییری در ساختار فضایی این موزه داشته باشیم و مجموعه همه این صحبت‌هایی که در اولین جلسه با کارفرما داشتیم و ادعاهایی که در طرح و اجرای موزه عنوان کرده بودیم شد بزرگترین چالش فکری ما برای خلق اثری ماندگار در طراحی موزه نان سنتی گندم‌دشت مشهد. مهمترین چالشی که در طراحی فضای موزه ما با اون مواجه بودیم تغییر فضای خطی موزه به فضاهای مختلف و چندگانه بود. کانسپتی که برای تغییر ساختار فضای موزه در نظر گرفتیم استفاده از موضوع عناصر چهارگانه حیات در گذشته و فرهنگ ایران باستان بود. ما در فرهنگ اساطیری ایران باستان عناصر چهارگانه خاک، آب، هوا و آتش رو داشتیم که در فرهنگ دینی اعتقاد داشتن که این عناصر نجس نمیشن و زایش تمام عناصر دیگه از این 4 عنصر بوده و ما از همین کانسپت استفاده کردیم و فضای خطی موزه رو تبدیل کردیم به 4 فضای ورودی، فضای خاک، فضای آب و فضای آتش. در طراحی معماری موزه نان گندم‌دشت با توجه به اهداف و سیاست‌های کارفرما ما 4 رکن اساسی رو در طرح معماری موزه مورد نظر داشتیم. مهمترین پارامتری که در طراحی هر موزه باید مورد اهمیت واقع بشه اینه که سلسله مراتب دسترسی از ابتدای ورود به موزه تا انتهای خروج از موزه به چه شکل خواهد بود و بازدیدکننده‌ها در سیر توالی حرکت در مسیر موزه با چه پارامترها و چه نگاهی روبرو خواهند شد. دومین موضوعی که از ارکان طراحی موزه نان سنتی میتونیم ازش نام ببریم موضوعی بود که ما تاکید بر این داشتیم که معماری ایرانی رو بتونیم در فضای موزه به نوعی به نمایش بذاریم. سومین موضوعی که در طراحی معماری موزه نان گندم‌دشت قصد داشتیم حتما اشاره به اون داشته باشیم موضوع تغییر معماری ایرانی از بازه زمانی قبل از اسلام به بعد از اسلام و تغییراتی که در فرم و فضاهای معماری ایرانی داشتیم سعی کردیم به این اشاره‌ای داشته باشیم. و 4مین موردی که در طراحی معماری موزه نان گندم‌دشت قصد داشتیم به اون اشاره کنیم و حتما استفاده از اون داشته باشیم موضوع ارتفاع 4.5 متری بود که در فضای داخلی موزه حادث شده بود و تاکید بر این موضوع ما رو بر این داشت که از این ارتفاع به نوعی یه استفاده خوبی در طراحی معماری داشته باشیم و در ادامه انشاءالله هر یک از این موارد و نحوه استفاده از اون رو در قسمت‌های مختلف موزه توضیح خواهیم داد. فضای ورودی در طراحی معماری همیشه یکی از مهمترین کاراکترهای طرح هر بنا بوده و خواهد بود. بدین لحاظ برای ما هم این موضوع خیلی حائز اهمیت بود که در طراحی موزه بازدیدکنندگان موزه در بعد ورود با چه فضایی روبرو خواهند شد. گفتیم که فضای خطی موزه رو در طراحی موزه تبدیل به 4 فضا کردیم. فضای ورودی اولین فضایی که بازدیدکنندگان موزه با اون مواجه خواهند شد. مواردی را به واسطه پارامترهای اساسی که در طراحی موزه در نظر گرفتیم یکی سیر توالی زمانی معماری گذشته ایران بود. از این موضوع رو ما در ساختار موزه سعی کردیم با عنصر معماری سنگ که در معماری هخامنشیان داشتیم به نمایش بذاریم. معماری سنگ دوره هخامنشیان رو استفاده از کاراکترهای عناصر سنگی که به صورت ستون و عناصر عمودی هستند رو به نمایش بذاریم. 4 ستون سنگی رو در 4 کنج فضای ورودی موزه در نظر گرفتیم. این 4 ستون ها این معماری سنگ زمان هخامنشیان رو برای بیننده تداعی میکنند. فرم انتقال نیرو در معماری ایرانی را سعی کردیم در ساختار سرستون و پاستون ستون های سنگی به نمایش بذاریم.
ستون‌هایی که در فضای ورودی موزه نان گندم‌دشت در نظر گرفتیم، ستون‌های سنگی که از 3 قسمت پای ستون، میله ستون و سرستون تشکیل شدن. ویژگی که این ستون‌ها دارن اینه که هر یک از این قسمت‌های سرستون، میله ستون و پا ستون از حجم‌های یک تیکه تشکیل شدن. یعنی ما یه حجم یک تیکه رو به صورت مکعبی در قسمت پای ستون داشتیم. این سنگ با فرم هشت‌ضلعی تراشیده شدن با هندسه خاص خودشون که فرم مربعی تبدیل به فرم هشت‌ضلعی شده. تمام این کارا به صورت ترکیب ماشین دست ایجاد شدن و بعد از اون یه فضای یک تیکه میله ستون رو داشتیم از سنگ یک پارچه طولی که این هم باز دوباره با ماشین تراشیده شده و اون چیزی که برای ما مهم بود این بود که این میله ستون رو از یه حجم یک پارچه سنگی داشته باشیم. تونستیم این رو جواب بگیریم و اتفاق دیگه‌ای که افتاد اون فضای بالای سرستون رو داشتیم که اون فضای بالای سرستون هم باز به نوع خودش یک حجم یک پارچه سنگی مکعبی رو داشتیم که فرم انتقال بار از حجم سقف بالای سر به میله ستون رو متواتر می‌کنه. گفتیم که اون چیزی که برای ما در طرح معماری موزه نان گندم‌دشت جدا از تمام جزئیاتی که در طراحی معماری مد نظر داشتیم، توالی زمانی معماری ایرانی از گذشته تا حال بود. یکی از اتفاقایی که می‌خواستیم اینجا حتما بهش تاکید داشته باشیم موضوع تغییر فرم در المان‌های قوسی شکل در معماری ایران بود. معماری ایران قبل از دوره ساسانیان معماری هخامنشیان که معماری سنگ بود. بعد از معماری هخامنشیان ما با معماری ساسانیان روبرو میشیم. اون چیزی که از معماری ساسانیان مورد نظر بود و می‌خواستیم نشون بدیم المان‌های قوسی زمان ساسانیان رو نشون بدیم که قوس‌های بدون تیزه بودن. زمان ساسانیان که بعد از اون ما ورود اسلام رو به ایران داشتیم، یه تغییر فرم تقریبا فاحشی رو در المان‌های قوسی شکل و معماری بناهای ایرانی مخصوصا بناهای اسلامی داشتیم. قوس‌ها از قوس‌های بدون تیزه و مازه‌دار تبدیل شدن به قوس‌های تیزه‌دار. قوس‌های تیزه‌دار اشاره به یک نقطه مرکزی در قسمت بالا و گرایش یا حرکت به روی بالا رو دارن که در فلسفه معماری ایرانی و حکمت معماری اسلامی خودش موضوعات خاص خودش رو داره. ما تبدیل فرم قوس‌های زمان ساسانی که به صورت مازه‌دار بودن و به قوس‌های تیزه‌دار بعد از زمان ساسانیان و زمان اسلام رو سعی کردیم اینجا به نوعی با یه ظرافت خاص خودش به نمایش بذاریم. ساختار فضایی کف موزه تشکیل شده بود از سنگ فرش‌های با سنگ طبیعی که این سنگ فرش‌هایی که در قسمت‌های فرش کف موزه استفاده کردیم، اون استفاده از مساله بوم‌آور در معماری ایرانی رو برای بازدید کننده تداعی میکنه که از ساده ترین مساله در طرح و اجرای معماری ایرانی معماران ایرانی استفاده میکردن. ساختار اطراف این سنگ فرش‌ها با یک ساختار هندسی منظم تشکیل قسمت‌هایی رو میداد که از موتیف‌ها و المان‌های چندوجهی تشکیل میشد. این ساختار چندوجهی با استفاده از مدول‌های تکرار شونده آجر حاشیه بندی این فضاهای سنگفرش رو ایجاد می‌کردن و به این شکل سعی کردیم در فضای ورودی فضای ساده به همراه تفاوتی که در بعد ورود برای بازدید کنندگان از موزه مورد نظر داشتیم به نمایش بذاریم. یه موضوع دیگه ای که جدا از ساختار فضای کف و ساختار ستون‌های سنگی که در ورودی موزه مورد نظر داشتیم و توضیحاتش رو عرض کردیم خدمتتون در نظر گرفتیم، پنجره‌های چوبی با شیشه‌های رنگی بود که در ورودی موزه در نظر گرفتیم و برای بیننده شاید این موضوع رو ایجاد می‌کرد که هدف از طراحی پنجره‌هایی که شاید هیچ نیازی در ساختار تغییر فضایی موزه نداشتن چه بوده.
هدف ما از طراحی پنجره‌ها در بدو ورود در فضای موزه این بود که بیننده در بدو ورود با موزه با این موضوع آشنایی پیدا کنند که پنجره‌های چوبی با شیشه‌های رنگی در معماری ایرانی صرفاً نقش نمادین یا تزیین نبوده و کاربری خاصی معماران ایرانی برای این موضوع در نظر گرفته بودند. شاید توضیح این موضوع هم برای شما جالب باشه که بدونید معماران ایرانی عموما در طراحی فضاهای مختلف و استفاده از متریال‌ها استفاده چندگانه داشتند و صرفا از هیچ یک از کاراکترها در طراحی معماری بناهای مختلف جنبه نمادین مورد نظرشون نبوده. پنجره‌های چوبی که معماران ایرانی استفاده می‌کردند جدا از شکل و فرم و هندسه‌ای که داشتند یک نقش کاربردی در دفع حشرات داشتن. اون چیزی که در طراحی معماری برای فضای کف ورودی در نظر گرفتیم هندسه گره‌چینی بود که در فضای کف موزه شمسه‌های 8 پر رو برای ما به نمایش می‌ذاشتن و برای ما این موضوع مهم بود که این شمسه‌های 8 پر و هندسه دقیق در طرح هندسی معماری کف موزه چطور اجرا خواهد شد. وقتی توجه به هندسه و ریز فضای کف موزه داشته باشیم می‌بینیم که این ترکیب خط‌ها در تداخلی که خط‌ها با هم دیگه دارن این هندسه دقیق رو به نمایش میذارن. روش‌های اجرا و ساده سازی که برای اجرای طرح هندسی کف موزه در نظر گرفتیم موضوع رو این شکلی برای ما حل کرد که این شمسه‌های 8 پر در مدل ساده سازی شده برای اجرا یک مدول مربعی شکل رو در فضای مرکزی کف موزه در نظر گرفتیم که این مدول مربعی شکل که با رنگ زرد مشخص شدن این مدول مربعی شکل رو در مرکز فضا ما در نظر گرفتیم و در اطراف اون از یک الگوی تکرار شونده با فرم 5 ضلعی استفاده شده بود. اگر ما این مدول مربعی رو در مرکز فضا داشتیم و در هر یک از 4 ضلع مدول مربعی این عضو 5 ضلعی و موشکی شکل رو تکرار می‌کردیم به یک همچین فرمی می‌رسیدیم. تکرار این فضاهای موشکی شکل در مدول مربع و چرخش در فضاهای 90 درجه حول نقطه تقارن در کف فضای ورودی این فضاها و شمسه‌های 8 پر رو در کف موزه برای ما ایجاد می‌کرد. خب در سلسله مراتب دسترسی فضاهای مختلف موزه ما فضای ورودی رو داشتیم و پس از فضای ورودی بازدیدکننده ها با فضای خاک مواجه بودند. در فضای خاک موضوعاتی که در نظر گرفتیم موضوع کاش داشت برداشت محصول گندم بود که فضای کاش داشت برداشت محصول رو در یک فضای منحنی شکل تعریف کردیم. این فضای منحنی شکل جدا از این که کاش داشت برداشت محصول گندم رو به نمایش میذاشت یک مسیر منحنی شکل رو براش در نظر گرفتیم که سیر توالی در موزه و حرکت در این مسیر منحنی شکل باعث ایجاد دید پرسپکتیوی و برداشت‌های مختلف از فضای کاش داشت برداشت محصول رو میسر می‌کنه. اون چیزی که برای فضای خاک در سلسله مراتب دسترسی موزه در نظر گرفتیم موضوع تولید گندم و مراحل کاش داشت برداشت محصول گندم بود. کاش داشت برداشت محصول گندم رو در یک فضای منحنی شکل در فضای خاک برای موزه در نظر گرفتیم. سیر توالی موزه در عبور از فضای ورودی و عبور از فضای خاک در یک مسیر منحنی شکل واقع میشه. این مسیر منحنی شکل به بیننده این موقعیت‌های مختلف و مکس و دید رو القا میکنه و دید پرسپکتیوی رو برای بیننده در بازدید از فضای خاک ایجاد خواهد کرد.
در قسمت‌های دیگه از این فضای کر و منحنی شکل در روبروی کاشت‌داشت برداشت محصول گندم، المان‌ها و ابزارهایی که در کاشت‌داشت برداشت محصول گندم مورد استفاده قرار می‌گیرند به نمایش گذاشته شدند. شاید بتونیم از عنصر آب به عنوان یکی از شاخص‌ترین و مهمترین کاراکترها در معماری ایرانی یاد کنیم و این موضوع برای ما حائز اهمیت بود که در سیر توالی بازدید از موزه به نوعی این مورد رو بتونیم به نمایش بذاریم. آب در معماری ایرانی نشانه پاکی و روشنایی است. بدین لحاظ تنها قسمتی که در فضای موزه از نور طبیعی برخوردار هست فضای آب هست و این موضوع رو ما سعی کردیم در جداره‌های فضای آب به نمایش بذاریم. پشت این پنجره‌هایی که در ساختار نما تعریف شده بود مشبک‌های آجری رو اجرا کردیم که این مشبک‌های آجری نور طبیعی رو به صورت سایه و نیم سایه به فضای آب هدایت می‌کرد و تنها قسمتی که ما نور طبیعی داریم فقط فضای آب در داخل موزه خواهد بود. سومین فضای طراحی شده در سیر توالی موزه فضای آب در نظر گرفتیم. بازدیدکننده ها بعد از سیر مسیر منحنی شکل از فضای خاک وارد فضای آب میشن. اون چیزی که بازدیدکننده ها با اون مواجه میشن صدای آب خواهد بود و برای ایجاد صدای آب در انتهای قسمت فضای آب صخره‌های سنگی رو در نظر گرفتیم. جوشش آب روی صخره‌های سنگی در انتهای فضای آب هم صدای آب رو ایجاد میکنه هم گرایش این رو ایجاد میکنه که برای بازدیدکننده ها این سیر مسیر رو داشته باشن و منبع تولید صدای آب رو دنبال کنن. برای نشون دادن تفکیک فضای خاک از فضای آب جدا از اختلاف ارتفاعی که به صورت انتزاعی در فضای خاک و فضای آب ایجاد کردیم، یه پل چوبی بر روی مسیر جوی آب تعریف کردیم. اون چیزی که باعث تمایز فضا خواهد شد ضخامت جداره‌ای هست که در فصل مشترک فضای خاک و فضای آب وجود داره و بازدیدکننده از موزه با پله‌های ارتباطی که در ضخامت جداره‌های فضای خاک و آب وجود داره هدایت میشن به یک پل چوبی روی جوی آب و اون چیزی که این فضا رو از فضای خاک متمایز میکنه و تعریفی که ما برای فضا داشتیم بیننده رو متوجه میکنه صدای آبی هست که در تغییر فضای خاک به فضای آب به گوش بازدیدکننده ها خواهد بود. مسیر طراحی شده برای حرکت آب ابتداعاً یک آسیاب آبی تعبیه شده در جریان آب رو به گردش در خواهد آورد و بعد از اون در یک فضایی با یک اختلاف ارتفاعی که در سطح بود سعی کردیم که استفاده از نیروی باد در گذشته معماری ایران رو به نمایش بذاریم که معماران ایرانی از نیروی باد برای چرخش آسیابی استفاده کردند و ما هنوز آسیاب به صورت آسپاد در نشتیفان خاف داریم و این مورد آسیاب بادی رو با عنوان آسپاد در فضای تعبیه شده در نظر گرفتیم و مورد دیگه که در فضای آب نیاز بود به اون اشاره داشته باشیم استفاده از نیروی دست و چرخش دستاست توسط خانم‌های خانه‌دار ایرانی بود. با این نگاه که در قسمت‌هایی از فضای آب خانه ایرانی رو ما به نمایش گذاشتیم. در خانه ایرانی اشاره داشتیم به فضاهایی که در خانه‌های ایرانی ما معمولا با اون مواجه هستیم. موضوع دیگه‌ای که خواستیم به اون اشاره کنیم نشان دادن
طاقچه‌ها و فضاهای تورفته‌ای بود که در خانه‌های ایرانی عموماً با اون مواجه بودیم. یکی دیگه از پارامترهایی که سعی کردیم از معماری ایرانی در فضای آب به نمایش بذاریم، ساختار ایجاد قوس در طی توالی زمانهای گذشته در معماری ایران باستان بود. این موضوع رو به این شکل نشون دادیم که در قسمت‌هایی از فضای موزه ما یک سری آجرچینی هایی داشتیم که اینها با هم یه بیرون زدگی ها رو ایجاد میکرد. بیرون زدگی هایی که در آجرها در چیدمان خود در قسمت های مختلف ایجاد میکردن باعث ایجاد یک فضای بازشو در قسمت زیر خود میشد و این موضوع چیدن آجرها و المان‌های باربر در جداره‌ها در فضاهای معماری خانه‌های ایرانی میتونیم به عنوان ابتدایی ترین قوس‌ها در معماری ایران ازش یاد کنیم. نحوه چیدمان مدول‌های آجوری و المان‌های باربر در جداره‌های فضاهای مختلف در معماری ایران رو سعی کردیم به نمایش بذاریم که برای ما ایجاد بازشو خواهند کرد. در قسمت‌های دیگه از فضای آب این موضوع چیدمان و ایجاد بازشو رو در حجم و جداره ایجاد شده در فضای خاک و فضای آب به نمایش گذاشتیم. یکی دیگه از مهمترین پارامترهایی که در طراحی موزه نان گندم‌دشت از فضای آب مورد نظر بود ایجاد حس آرامش چه به لحاظ بصری چه به لحاظ حسی برای بازدیدکنندگان موزه بود. بدین لحاظ صدای آب رو تقریباً از کاراکترهای مهمی بود که در فضای آب در نظر گرفتیم و اون چیزی که شاید به دید خیلی از بازدیدکننده ها نیاد و قطعاً در ضمیر ناخودآگاهشون حس خواهند کرد این بود که ما در مسیر سیر توالی موزه از المان‌های مربعی شکل که از ایستادترین و آرامش بخشترین فرم‌های مدول‌های تکرار شونده در معماری ایرانی هستن استفاده کردیم و ناخودآگاه این حس رو برای بیننده القا خواهند کرد که این فضا با فضاهای خاک و فضای بعدی که فضای آتش خواهند بود تفاوت‌هایی رو دارد. چهارمین فضایی که در ساختار فضایی و تقسیم بندی فضای موزه نان گندم‌دشت در نظر گرفتیم فضای آتش بود. بعد از عبور از فضای آب به فضای آتش میرسیم. بازدیدکنندگان بعد از عبور از فضای آب با فضای آتش روبرو خواهند شد. در فضای آتش سعی کردیم روش‌های پخت نان در گذشته ایران رو به نمایش بذاریم. نانوایی سنگک رو به نمایش گذاشتیم. روش تولید نان در تنورهای ایستاده رو به نمایش گذاشتیم و تولید نان به روش‌های تنورهای زمینی که مورد استفاده عشایر بود در قسمت دیگه از فضای آتش به نمایش گذاشتیم. برای نشان دادن فضای نانوایی سنگک سعی کردیم از جداره‌ای که در فصل مشترک فضای آب و فضای آتش داشتیم استفاده کنیم و به صورت انتزاعی تنور نانوایی سنگک رو از حجم ایجاد شده در جداره فضای آب و فضای آتش به نمایش بذاریم. تغییر فضا از فضای آب به فضای آتش با یک جداره 60 سانتی میسر شده که این تغییر فضا رو برای بیننده القا میکنه و مورد دیگه که هست از این تغییر فضا با این ضخامتی که برای تغییر فضا در نظر گرفتیم به عنوان فضایی برای نشان دادن تنور نانوایی سنگک استفاده کردیم. یکی دیگه از مواردی که به پیشنهاد همکاران میراث فرهنگی قرار شد در فضای آتش به نمایش بذاریم مراسم شکرگزاری برداشت محصول گندم و رقص اپر بود که برای اونم یه فضایی رو در نظر گرفتیم برای سری مانکن‌ها برای نشان دادن این آیین شکرگزاری برداشت محصول گندم اختصاص داده شد. اتفاق دیگه‌ای که در طراحی فضای آتش مورد نظر داشتیم همین موضوعی هست که در مدول آجر در کف فضای آتش می‌بینیم
برخلاف فضای آب که مدول مربع و ایستا که حس آرامش رو ایجاد میکنه، اینجا از مدول‌های زاویه‌دار 45 درجه استفاده کردیم. بعد از سیر توالی قسمت‌های مختلف فضای آتش، به بیننده میخواد مواجه بشه با گالری اکسنان. یه تغییر فاز فضای آتش به لحاظ بصری با فضای گالری اکسنان رو با یه سری حجم‌های تورفته‌ای که در جداره منتهی علیه فضای گالری اکسنان بیننده باش مواجه میشه رو طراحی کردیم که اینجا قرار بر این بود که یک سری المان‌های فاخر بصری رو اینجا به نمایش بذارن و ذهن بیننده با دیدن آشنایی پیدا میکنه و با یه ضخامت جداری که داریم و چرخش 90 درجه به فضای گالری اکسنان هدایت میشن. در گالری اکسنان در جداره‌ها فضاهایی رو اختصاص دادیم که عکس‌نگاره‌هایی از روش‌های تولید نان در قسمت‌های مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد. قرار بر این بود که در فضای مرکزی گالری اکسنان یک ماکتی از کارخانه صنعتی نان گندم‌دشت داشته باشیم که از افتخارات نان صنعتی ایران هستند و بروز بودن و تکنولوژیک بودن تولید نان بدون دخالت دست رو در تولیدات این کارخانه به نمایش بذاریم. بازدید کننده با چرخش توی این فضای گالری اکسنان با روش‌های تولید نان سنتی در گذشته ایران آشنا میشد و از طرفی لیدر تور بازدید از موزه با نشان دادن قسمت‌های مختلف و روش‌های تولید نان صنعتی در کارخانه نان گندم‌دشت بازدید کننده‌ها رو آماده این می‌کرد که با خروج از مسیر انتهای موزه نان گندم‌دشت و ورود به تونل بازدید با روش‌های عینی تولید نان صنعتی در کارخانه نان گندم‌دشت آشنا بشن. اتفاقی که دستور مدیریت کارخانه بر این بود، می‌خواستن که به لحاظ فرهنگی به بازدید کننده های موزه مشاهیر خراسان رو معرفی کنن که ایده خیلی خوبی بود. اینجا تبدیل به موزه مشاهیر خراسان شد و قرار بر این شد که عکس‌های تولید نان صنعتی در مسیر تونل بازدید به نمایش گذاشته بشن. و اون چیزی که در گالری اکسنان دوباره مورد نظرمون این بود که در فضای کف این المان هایی که به صورت 45 درجه داشتیم با یک خط فیروزه که نشان معماری ایرانی هست خودشون رو به یک مدول مربع ایستا میرسونن که این مدول مربع حس آرامش و مکث و دیدن رو برای بیننده در گالری اکسنان تداعی میکنه. یکی دیگه از مهمترین پارامترهایی که در طراحی معماری فضاهای مختلف موزه مورد نظر داشتیم استفاده از فضای ایجاد شده در ارتفاع داخلی موزه بود. برای استفاده بهتر از ارتفاع موجود در فضای داخلی موزه این موضوع به ذهنمون رسید که هنر کاربندی یا رسمی بندی ها در معماری گذشته ایران رو به نمایش بذاریم. در قسمت ورودی موزه کاربندی هایی بر روی زمینه 4 ضلعی و در قسمت فضای خاک و فضای آب و فضای آتش کاربندی هایی بر روی زمینه 8 ضلعی رو به نمایش گذاشتیم که از هندسه منظم و تکرار شونده برخوردار بودند. و در گالری اکسنان برای ایجاد حس آرامش برای بازدید کنندگان از موزه در فضای گالری
ارتفاع 4.5 متر موجود رو نیاز نداشتیم. از تیرهای چوبی برای پوشش سقف در ارتفاع مناسب گالری استفاده کردیم و بعد از اینی که گالری اکسنال به صلاحدید مدیریت کارخانه به تونل بازدید منتقل شد و فضای گالری اکسنال تبدیل به موزه مشاهیر خراسان شد، با استفاده از گچ برگ‌های کناف روی تیرهای چوبی پوشش نهایی شد. جدا از همه چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در فضای داخلی موزه به لحاظ ابعاد و حجم داشتیم، یکی دیگه از چالش‌هایی که باهاش مواجه بودیم پنجره‌هایی بود که برای تامین نور داخلی فضای موزه همکاران ما در طراحی نمای ساختمان اداری موزه در نظر گرفتن. الزاما ما تمام این پنجره‌ها رو نمیتونستیم داشته باشیم برای فضای داخلی موزه، چون 2 تا از این پنجره‌ها در فضای خاک قرار می‌گرفتن که ما اصلا بهشون نیاز نداشتیم و برای ما ایجاد چالش میکرد. لذا به واسطه اینی که فرم کلی نما دچار به هم ریختگی نشه و این کانسپتی که همکارای ما در طرح نما داشتن حفظ کنیم، این 2 پنجره رو در ساختار ظاهری نما حفظ کردیم و از لحاظ داخلی با متریال کناف و پوشش گچ به نوعی بستیم این پنجره ها رو. اتفاقی که افتاد، ما فقط در فضای آب تنها قسمتی که هست نور طبیعی رو حفظ کردیم که به داخل فضای داخلی موزه نور طبیعی داشته باشیم. اونم به این شکل بود که پشت این پنجره هایی که در ساختار نما تعریف شده بود مشبک های آجوری رو اجرا کردیم که این مشبک های آجوری نور طبیعی رو به صورت سایه و نیم سایه به فضای آب هدایت میکرد و تنها قسمتی که ما نور طبیعی داریم فقط فضای آب در داخل موزه خواهد بود. اگر بخوایم ما یک جمع‌بندی کلی برای مواردی که در طراحی معماری فضاهای مختلف موزه در نظر داشتیم مطلبی رو عنوان کنیم، ابتداً باید به این موضوع اشاره کنیم که ما برای رفع چالش خطی بودن فضای پلان در نظر گرفته شده برای موزه، فضای کلی موزه رو به 4 قسمت فضای ورودی، فضای خاک، فضای آب و فضای آتش تقسیم کردیم. در هر یک از این فضاها با توجه به اون سیر توالی که در طرح معماری مورد نظر داشتیم و اهدافی که کارفرما از بازدید از موزه به لحاظ اقتصادی و مسائل برندینگ در نظر گرفته بودند، المان‌ها و ساختارهایی رو در نظر گرفتیم که سیر و توالی در داخل موزه و دیدن کاراکترهایی که در قسمت‌های مختلف نظر بیننده رو به خود جلب می‌کرد باعث می‌شد که ساختار فضایی خطی اولیه موزه به هیچ عنوان برای بیننده جلب توجه نداشته باشه. مهمترین موضوعی که در مواجهه با بناهای قدیمی نظر هر بیننده رو به خود جلب می‌کنه این موضوع هست که از ساده ترین مساله معماران ایرانی بهترین استفاده و بهره رو داشتن. ما سعی کردیم در طراحی فضاهای مختلف موزه نان گندم‌دشت به این موضوع اشاره داشته باشیم و طرح کلی فضاهای مختلف موزه را بر اساس متریال‌های آجر، گچ، سنگ طبیعی و کاگل مورد استفاده قرار دادیم. جزئیات اجرایی و نحوه استفاده از مدول آجر در معماری گذشته ایران بسیار مورد نظر معماران ایرانی واقع شده است. بدین لحاظ ما سعی داشتیم که نحوه استفاده از آجر در قسمت‌های مختلف موزه رو به نوعی به نمایش بذاریم. جزئیات مورد استفاده در نحوه شکل‌گیری فرم‌ها و قوس‌ها مورد نظرمون بود و گاهن برای ایجاد و تمایز ساختار قوسی شکل شیارها و خط‌هایی رو در فضاهای اطراف قوس‌ها مورد نظر و تاکید داشتیم که باید این در عمل به طور کامل نمایش داده میشد. سعی داشتیم نحوه و منشأ پیدایش بازشوها در فضاهای داخلی معماری گذشته ایران رو اشاره بهش داشته باشیم.
سیستم کاربندی در معماری گذشته ایران تکنیکی بود که معماران برای پوشش سقف‌ها با دهانه‌های بزرگ استفاده می‌کردند و از تکرار یک المان باربر حول یک نقطه مرکزی در پوشش داخلی فضاهای گنبدی شکل رو ایجاد می‌کردند که به کاربندی یا رسم بندی معروف بودند. جالب اینه بدونیم که این پوشش سقف‌های گنبدی شکل شاید از معدود تکنیک هایی باشند که از معماری گذشته ایران به دنیا صادر شده و معمار ایتالیایی در سازه گنبد فلورانس ایتالیا با برداشتی که از گنبد سلطانیه داشتن کانسپت طرح خودشون رو برای پوشش سقف اجرایی کردن. ولی متاسفانه ما الان از این موضوع کلا در معماری ایران غافلیم. سیستم سازه‌ای و بروزی که الان میشه گفت به نوعی سیستم بروز شده همون کاربندی معماری گذشته ایران هستند، سیستم لاملا هست که در پوشش سقف‌های بزرگ از تکرار المان‌های قوسی باربر استفاده می‌کنن و سقف‌های بسیار بزرگ رو میتونن پوشش داشته باشن. از سیستم لاملا الان برای سازه‌های گنبدی شکل در معماری مدرن یا پوشش سقف‌های آشیانه‌های هواپیماها استفاده می‌کنن. متاسفانه ما میتونیم به راحتی از این سیستم استفاده های خیلی خوبی داشته باشیم که ارتباط خیلی خوبی هم در معماری کهن ایران داشتن و ما سعی کردیم این موضوع رو به نوعی در استفاده از حجم حادث شده در ارتفاع موزه با کاربندی هایی که در طرح معماری موزه در نظر گرفتیم به نمایش بذاریم. کاربندی های مورد استفاده در موزه نان گندم‌دشت برگرفته از یک سازه فلزی سبک در زیر کار کاربندی ها هستند که همون مساله مورد استفاده در سقف کاذب اکثر ساختمان های حال حاضر هستند. ما صرفا همون مساله رو به نوعی با هندسه معماری ایرانی ترکیب کردیم و تونستیم به این کاربندی ها با نظم مرتب برسیم. مسئله بعدی که در موضوع طراحی کاربندی‌ها با اون مواجه بودیم موضوع اجرای این کاربندی‌ها بود. به واسطه که اجرای خوب و دقیقی داشته باشیم و با رسالتی که در آموزش معماری مورد نظر داشتیم هندسه اولیه طراحی کاربندی‌ها رو به هنرمندها و نیروهای عاشق بومی مشهدی آموزش دادیم و این خود باعث این مسئله شد که هم اجرای بهتری رو در طرح اجرایی کاربندی ها به نتیجه برسونیم و هم هزینه اجرا برای کارفرما به حداقل ترین مقدار ممکن رسید. اون چیزی که در اجرای سنگفرش طبیعی در کف فضاهای ورودی و فضاهای خاک مورد نظر داشتیم این بود که سنگچینی های طبیعی در کف موزه به نوعی اجرا شوند که قسمت صاف سنگ های طبیعی در کف موزه واقع بشن و فضای یکپارچه و صافی رو برای بازدید کنندگان در کف فضای ورودی و فضای خاک ایجاد کنند. به قول استاد بزرگمون آقای دکتر سیاوش تیموری به ما یاد دادن که معماری چیزی نیست جز حجاری فضا. در مفهوم معماری موضوعی رو داریم به عنوان خلق مکان در معماری. معنای کلی اون رو اینجوری تعریف کنیم که معمار در طراحی بنا و فضاهایی که مورد نظر داره فضاهایی رو خلق کنن که هدف مردم در رفتن به اون فضاها دیدن آثار معماری باشه و از اون فضاها همونطوری که معمار در طراحی مورد نظر داشته استفاده و بهره‌ای داشته باشن. در معماری گذشته ایران ما فضاهای مختلفی رو داشتیم مثل پل خواجو، پل 33 پل که در کنار عملکردی که در ارتباط فضاها با هم دیگه داشتن به عنوان فضاهایی برای گردهمایی مردم و پاتوق‌گونه مورد استفاده قرار می‌گرفتن. در معماری مدرن امروز به این فضاها به عنوان پلازا یاد میشه و فضاهایی رو در فضاهای میدانگاهی در شهرها داریم که مردم به عنوان فضاهای پاتوق‌گونه مورد استفاده قرار میدن. در معماری موزه نان مشهد ما به این موضوع مورد نظر داشتیم و هدفمون این بود که فضای موزه در کنار عملکردی که برای اون در نظر گرفتیم مطابق اهدافی که در سیاست تبلیغاتی شرکت مورد نظر کارفرما بود به عنوان یکی از اهداف گردشگری و دیدن افراد مختلف مورد توجه قرار بگیره. الحمدلله در بازخوردی که در 6 ماه اول خبرگزاری قدس عنوان کردن بیش از 7000 نفر از موزه بازدید داشتن. موزه به عنوان یک اثر ملی و فرهنگی
ثبت ملی شد و از طرفی در کنار تمام موضوعاتی که مورد نظر داشتیم، سایت‌های مختلف گردشگری در کنار اهداف سفر به مشهد از موزه نان گندم‌دشت هم به عنوان یک هدف گردشگری و مقصد گردشگری عنوان شده و دنبال می‌کنند. یه روز در فضای مجازی عکس‌هایی رو یکی از دوستان برای ما ارسال داشتن که نشون میداد دانشجویان در یکی از دانشگاه‌های اروپایی با مدول آجر که از مدول‌های خاص و تکرار شونده در معماری گذشته ایران هست، فرم‌ها و کارهایی رو دارن ایجاد میکنن که مختص به معماری ایرانی است. هم خوشحال شدم از این موضوع که معماری ایرانی به نوعی با فرم‌های خاص خودش در دانشگاه‌های اروپایی در حال مشق معماری و تمرین است و هم از طرف ناراحت شدم که چرا در دانشگاه‌های معماری به این شکل تخصصی و مشق معماری با آجر رو ما نداریم. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که مخصوص معماری ایرانی میتونیم قلمداد کنیم برخورداری از هندسه ساده و روون در طرح‌های معماری گذشته ایرانه. اولین گامی که در طراحی معماری ما باید با اون آشنایی داشته باشیم شناخت همین هندسه ساده و روان در طرح‌های معماری ایرانی است. از اونجایی که در دانشگاه معماری متاسفانه آموزش درست و آکادمیک در خصوص هندسه معماری ایرانی نداریم و عموم دانشجویان هیچ آشنایی کامل و درستی از هندسه ایرانی ندارند، لذا بران شدیم که چند کتاب در خصوص طراحی معماری و هندسه ایرانی رو به شما معرفی کنیم. اولین کتابی رو که برای معماری ایرانی به نظرم برای همه دانشجوها علاقه‌مندان معماری ایرانی باید معرفی داشته باشین و توصیه میکنم حتما مطالعه کنین، کتاب جامع فنشناسی معماری ایران اثر پروفسور محمود گلابچی است. این کتاب به ما این موضوعات کلی از معماری ایران رو عنوان میکنه. در این کتاب قسمت‌های مختلفی رو داریم: ساختمایه‌ها، ملات‌ها، اندودها، مساله، فرم‌ها، روش‌های مختلف پوشش‌های منحنی، پی‌ها و جرس‌ها، پوشش‌های غیر منحنی، کاربندی‌ها، مقرنس‌ها، سابات، آسیاب و بادگیر مناره‌ها و قسمت‌های مختلفی که در معماری ایران استفاده میشه رو با جزئیات فنی و موضوعات سازه‌ای و روش‌های اجرا و متریال و جزئیات خیلی خوبی به قشنگی عنوان میکنم و توصیه میکنم که در نگاه کلی برای آشنایی کلی با معماری ایرانی این کتاب رو حتما مطالعه داشته باشید. روش‌های انتقال بار در سازه‌های منحنی شکل رو اینجا به قشنگی عنوان کردن. روش‌های اجرایی حال بندی برای اجرای قوس‌ها رو با شابلون‌های گچی توضیح دادن آقای دکتر گلابچی و طاق و تویزه‌ها رو اینجا به قشنگی معرفی کردن. مثال‌های خیلی خوب و عینی از روش‌های اجرایی فرم‌های معماری عنوان کردن.
و جزئیاتی که در اجرای مصالح سنتی در قوس‌ها مورد نظر معماران گذشته بوده اینجا به قشنگی نمایش داده شده و نمونه‌های عینی که در بحث سازه و معماری و جزئیات اجرایی در گذشته ایران داشتیم به صورت کامل در این کتاب میتونیم باهاش آشنایی داشته باشیم. کتاب بعدی که از کتاب‌های پایه در خلق طاق و قوس به حساب میاد کتاب طاق و قوس استاد حسین زمرشدی هستش. کتاب آقای دکتر حسین زمرشدی به ما این موضوعات رو یاد میده که اشکال مختلف فرم‌ها و قوس‌ها در معماری سنتی ایرانی به چه شکل‌هایی هستن و با چه روش‌هایی میتونیم به این فرم‌ها و قوس‌ها دسترسی داشته باشیم. تاریخچه پیدایش قوس‌ها رو در کتاب آقای زمرشدی میتونیم یه مطالعه کلی داشته باشیم. انواع قوس‌ها و روش‌های رسم قوس‌ها رو در کتاب آقای استاد حسین زمرشدی باهاش آشنایی داریم. طریقه رسم قوس‌ها، روش‌های اجرایی قوس‌ها و نکات فنی که در اجرای هر قوس باید مورد نظر داشته باشیم در کتاب طاق قوس آقای استاد زمرشدی میتونیم باهاش آشنایی کاملی داشته باشیم. یکی از کتاب‌های خوب در موضوع طرح و رسم قوس‌های معماری ایرانی همین کتاب آقای استاد حسین زمرشدی است. عکس‌های خیلی خوب از نمونه‌های عینی قوس‌های مورد نظر که توضیح دادن اینجا نمایش دادن که شما با فرمت ظاهری این قوس‌ها میتونین در گذشته ایران آشنایی داشته باشین و موضوعات مختلفی در بحث انتقال بار در قوس‌ها و مسائلی که در سازه و معماری مورد نظر معماران گذشته ایرانی بوده رو مطرح کردن. و قوس‌های مختلف، روش‌های رسم قوس و نمونه‌های عینی که از هر یک از این قوس‌ها در معماری گذشته ایران داشتیم. نحوه اجرای قوس‌ها تا انتهای این کتاب قوس‌های مختلف رو میتونید شما باهاش آشنایی کاملی داشته باشید. یکی دیگه از کتاب‌های خوبی که در زمینه هندسه معماری باید به اون اشاره داشته باشیم کتاب هندسه در معماری اثر استاد محمد کریم پیرنیا که از اساتید معماری ایرانی هستند به زحمت خانم زهره بزرگمهری هست. تو این کتاب که خیلی کتاب بزرگ و صفحات زیادی هم نداره دوباره اشاره به اصول اولیه کاربندی ها داریم. ما کاربندی رو میتونیم به اصول اولیه رسم کاربندی ها و هندسه معماری ها آشنایی داشته باشیم. کاربندی و یا رسمی بندی رو اینجا معرفی میکنن که اون نشون میدن که در معماری گذشته المان‌های باربر در کاربندی ها چجوری بحث انتقال بار رو داشتن و دهان‌های بزرگ رو چه شکلی می اومدن با روش استفاده از تکنیک کاربندی ها پوشش میدادن و اینجا یه فرمول کلی رو برای رسم کاربندی ها در زمینه‌های مربع مستطیل و مربع عنوان میکنن، به یه فرمول جامعی تقریبا میرسن و اینجا ما با انواع کاربندی ها و روش های رسم اون در زمینه‌های مربع مستطیل و مربع با ابعاد مختلف میتونیم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم. این کتاب هم یکی از کتاب‌های خوبی است که پیشنهاد میکنم همه دوستانی که به هنر کاربندی و رسمی بندی علاقه‌مند هستن و میخوان یاد بگیرن حتما مطالعه فنی و اصولی و کاملی داشته باشن. اینجا کاربندی ساده 12 ضلعی رو در قسمت‌های مختلف بازارچه به نمایش میدن که ما یک کاربندی رو روی یک محیط دایره شکل داریم و یک قاب مستطیل شکل رو از اون بیرون میکشیم و چه فرمتی رو میتونیم در نمای کلی در حجم فضایی داشته باشیم. کاربندی‌های مختلف در زمینه‌های مختلف، کاربندی ساده در زمینه رسمی 16، کاربندی ساده در زمینه رسمی 18 و کاربندی‌های مختلف دیگه رو اینجا رو به تفصیل اومدن بررسی کردن، روش‌های رسم و نکاتی که در
موضوعات کاربندی مطرح هست و اینجا به قشنگی زحمت کشیدم و معرفی داشتم. یکی دیگه از کتاب‌های خوبی که در موضوع گرو و کاربندی میتونیم معرفی کنیم کتاب گرو و کاربندی تالیف استاد اصغر شرباف هست. تو این کتاب شما با انواع گره‌ها در معماری ایرانی آشنایی پیدا می‌کنید که این گره‌ها اساس رسم این گره‌ها در معماری ایرانی چه شکلی بوده و روش‌های مختلفی که در گره در معماری ایرانی داشتیم رو معرفی می‌کنم. گره‌های سرمدان، گره 12 پابوزی و گره‌های مختلفی رو این کتاب و گاهن بعضی با یک یا دو روش رسم مختلف معرفی کردن. شما میتونید آشنایی کاملی با انواع گره‌ها در معماری گذشته ایران داشته باشید و از اونها در معماری‌های خودتون استفاده کنید. در قسمت‌های دیگه از کتاب رسمی بندی‌ها رو به زبان دیگه‌ای به شما معرفی کردن: رسمی بندی 12، رسمی بندی 16، رسمی بندی 8 و از این کتاب میتونیم برای آشنایی با انواع رسمی بندی‌ها یا همون کاربندی‌ها استفاده کنید. موضوع یزدی بندی یکی دیگه از انواع رسمی بندی‌ها ممکنه بتونیم عنوانشون کنیم. یزدی بندی هم اینجا به نوعی معرفی شدن و بعد از اون مقرنس‌ها رو هم به صورت ابتدایی در این کتاب آیه اصغر شرباف معرفی داشتن. یکی دیگه از مهمترین و کاربردترین کتاب‌هایی که در معماری و هندسه معماری ایرانی باید معرفی کنیم کتاب احیای هنرهای از یاد رفته اثر استاد حسین لرزاده که از معمارهای تجربی و اساتید بزرگ در معماری ایرانی و به خصوص اجرای معماری هستند به یادگار داریم. این کتاب روایتی ماندگار از استاد حسین لرزاده است که به زحمت و تألیف خانم مهندس رئیس زاده و آقای مهندس حسین مفید جمع‌آوری شده. استاد حسین لرزاده مبانی معماری سنتی ایران رو به شکل و زبان خودشون از روش‌های رسم قوس در گذشته ایران با قوس‌های مختلف آشنا می‌کنن خواننده رو و کاسه سازی که مختص به آقای حسین لرزاده هست در این کتاب به قشنگی اومدن عنوان کردن و توضیح دادن. بحث رسمی بندی و نیمکارها رو در ورودی‌های بناهای معماری ایرانی اینجا به قشنگی توضیح دادن. موضوع مقرنس رو از ابتدایی ترین ابزارها و آلت‌هایی که در معماری مقرنس‌ها داشتیم توضیح دادن و معرفی کردن. گره‌سازی رو دوباره به نوع دیگه اومدن عنوان کردن و توضیح دادن. این کتاب میتونه یک مجموعه کاملی از رسم قوس تا اجرای کاسه‌سازی، کاربندی و مقرنس برای شما به همراه داشته باشه. انتهای کتاب احیای هنرهای از یاد رفته اثر استاد حسین لرزاده عکس‌های عینی از آثار معماری فاخر ایران به نمایش گذاشته شدند. این موضوع شاید در ذهن شما هم سوال باشه که در معماران ایرانی در گذشته معماری ایران چطور آثار و هندسه مورد نظرشون رو در بناها مورد استفاده قرار میدن یا به نوعی چطور با نبود تکنولوژی الان در گذشته ایران آثار با این هندسه دقیق اجرا می شدن. کتاب هندسه ایرانی کاربرد هندسه در عمل
تألیف ابوالوفا محمد بوزجانی، برگردان آقای سید علیرضا جذبی، یکی از بهترین کتاب‌هایی است که به این موضوع جواب‌های خیلی خوبی میده. شما تو این کتاب با این موضوعات آشنا میشین که معماران ایرانی در گذشته ایران چطور با یک میخ و ریسمان و متر خلق آثار هندسی رو در فضاهای مختلف معماری داشتن. جالبه بدونید که ابوالوفای بوزجانی برای هر یک از روش‌های رسم حوض، چند ضلعی، 3 ضلعی، 4 ضلعی و 24 ضلعی و حتی ان ضلعی به چند روش مختلف با یک متر و میخ و ریسمان روش‌های تولید اضلاع چند ضلعی‌های منظم رو ارائه داشتن. ابوالوفای بوزجانی 1100 سال پیش در قرن سوم در سال 328 هجری قمری در خراسان قدیم زندگی می‌کردند، در منطقه نزدیک به تربت جامع الان در خراسان، و در گذشته ایران با هنر این اساتید معماری ایرانی تونسته نمود عینی داشته باشه. کتاب هندسه در عمل یکی از بهترین کتاب‌هایی است که پیشنهاد می‌کنم همه عاشقان معماری و هندسه ایرانی حتما مطالعه و بررسی داشته باشند. تو این کتاب از روش تولید یک خط و عمود منصف و ایجاد یک فضای عمود بر خط و فضاهای گونه‌های شکل تا رسم مثلث‌های متوازی الاضلاع و ایجاد فضاهای دایره شکل و چند ضلعی‌های محیط بر دایره یا محاط بر دایره، روش‌های رسم مختلف رو توضیح میدن که در قالب مسائل مختلف، در قالب طرح مسئله و روش‌های ایجاد موضوع مورد مسئله موضوعات مختلفی رو توضیح میدن. در باب سوم روش شیوه کشیدن اشکال در دایره و بر دایره رو توضیح میدن که هر مسئله رو باید به اختصاص خودش بررسی کرد. در قسمت زمینه اول کتاب هندسه ایرانی اشکال متشابه و متوافقه رو میان نمایش میدن که به نوعی میتونیم انواع روش‌های ایجاد گره در هندسه ایرانی رو باش آشنایی پیدا کنیم. از ابتدا شروع میکنم به توضیح دادن و خلق آثار هندسی در طرح‌های معماری ایرانی. انواع گره‌های ایرانی رو اینجا به نوعی دیگه و زبون دیگه توضیح میدن که مدول‌های تکرار شونده در هندسه گره‌های معماری ایرانی چجوری ایجاد میشن. و یه موضوعی که در انتهای کتاب هندسه ایرانی توجه من رو به خودش جلب کرد و همیشه تحت تاثیر اون قرار گرفتم این بود که آثاری که در معماری گذشته ایران و روش‌های رسمی که در هندسه ایرانی مورد نظر بود عموماً به صورت مکتوب و تألیف شده به یادگار نمود. مؤلف کتاب موضوعی رو مطرح میکنه که روش‌هایی که در خدمت یکی از اساتید خودشون در اصفهان داشتن بعد از فوت استادشون با دست‌نوشته‌هاشون به عنوان یک اثر بدون ارزش در نظر گرفتن و همه رو امضا کردن و این استاد علیرضا جذبی از این موضوع رو در آخرین صفحه کتابشون به نوعی بیان میکنه و این خودش نشون میده که چقدر ساده ما هندسه ایرانی رو متاسفانه از دست دادیم و هیچ اثری از هندسه ایرانی در معماری‌های خودمون نتونستیم داشته باشیم. در انتها اگر این ویدیو برای شما مفید واقع شده بود از ما حمایت کنید، ما را در شبکه‌های اجتماعی لایک و سابسکرایب نمایید. این ویدیو رو برای همکاران خود به اشتراک بگذارید و اگر علاقه‌مند به هنر معماری ایرانی هستید حتما ویدیوی طراحی هتل سنتی آب میرزا و فروشگاه مرکزی شرکت فرش مشهد در شهر یزد رو هم ببینید. هدف نهایی دفتر معماری رادکان خلق مکان و ارائه طرح‌های معماری قوی و کاربردی است، به طوری که نیاز و انتظارات کارفرما را به طور کامل برآورده سازد. ما در کنار شما خواهیم بود تا با ارائه خدمات تخصصی و طرح‌های منطقی آرامش خاطر شما را در اجرای پروژه تضمین کنیم. با اعتماد به تخصص و تجربه دفتر معماری رادکان
شاهد خلق پروژه‌های منحصر به فرد و با کیفیت خواهید بود. همین امروز با ما تماس بگیرید. راه‌های ارتباطی با ما: نمونه‌ای از پروژه‌های ما را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. با رادکان ساخت و ساز مطمئن و بدون دردسر را تجربه کنید. اینجا الان ضخامت دیواره اینا هست. میخوای جو با آور اینجا نشون بدی یا اون ور؟ این ور بهتره. این آور. نمیخوای از این ور بگیری؟ از اینجا بیا رو صورت ما بچرخی ببین. ما خود راحت شم. خود قول نشو محمد عیسی. الان آره شما با هم توافق نکنید. من خودم پیشو میرسونم. فضایی که برای موزه ما با اون مواجه بودیم یه فضایی با ابعاد 5 متر در 25 فضایی که برای طراحی فضایی در نظر گرفته شده برای موزه نان گندم تش ترکیب شده بود. ترکیب چیه؟ الان سخت‌ترین کارمون همینه. در چرخش 90 درجه‌ای در بازدید کنندگان از موزه در انتهای فضای آتش با چرخش 90 درجه‌ای و در قسمت گالری عکس نان برای کاهش قسمت‌های دوباره محمد است. 4 مورد ارکان روزه